مثلا خانه زن، اگر از زن مثلا خانه داشته باشه یا زمین داشته باشه، شوهر میگه دیگه مالک از این هستم، خلاص دم خانه یک بغل خود انداخته. در ترکیه ما رفتیم، یک آدم خوب مسلمان دیندار بود، در خانهش رفتیم، ما را میهمان کرد. بسیار آدم بی تکلف بود، بسیار آدم خوب بود. رفتیم در یک منطقه خانه شخصی ازی بودیم. خانهش که ما رفتیم برای ما پیش که در خانه بره گفت ببینید استادا، من شما را در خانه میهمان میکنم و شما را که من در خانه میهمان کنم نزدیک چاشتام است، شما خودتان چون میهمان هستین نان دارین، در هتل از نان مکر لوکستر دارین، من چی کلانکاری کنم؟ من میبرم براتون یک چای میتونم، بازم نان قانونی تانه برین بخورین، من کلانکاری نمیکنم. و راستی برد ما را یک چای داد، در خانهش کشیدیم. یعنی تو آدم دیندار بود. یعنی بعض انسان هست که تو دیانتش تو معلوم میشه کتش که بیشین از هر لحظه اعمال ازی و از افعال ازی و از حرکاتش یک درس میگیری. وقتی که در خانهش رفتیم گفتیم خب این خانه از خودت است؟ گفت نه، این خانه از خانمم است، من برای خانمم کرا میدم. برای من تعجب پیدا شد که برای خانمت چطور کرا میدی؟ ما خود در افغانستان وقتی که زن خانه داشت یا مال داشت، شوهرش کتش که نکاح کرده که او بته یا نته دستاش تو داده و بزور از پیشش میگیره. بعضی خانم هاست که مثلا خانمش معلم است، شوهرش از دستش هم تو میته پیسر از پیشش میگیره، یک قرانم برش نمیمونه دیگه. گفت نه، گفت الله در قرآن میگه که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. برای مردها نصیب است آنچی که اونا کسب کردن. پس مرد وقتی که کسب کرده اونمو حق از او هست. وللنساء نصیب مما اکتسب، و بر زنها حق است آنچی را که کسب کردن. اینمی خانم ما برش اینمی خانه حق رسیده، اینمی در میراثش برش رسیده بود. من اینمی خانه را گرفتم چند سال پیش، تیار کردیم 10 سال پیش یا 7 سال پیش یا 8 سال پیش، رنگ مالی کردیم، جور کردیم. و اگر این هر کس کرا میداد، این مثلا برش $200 را کرا میگیره. من خانم ما گفتم که خیر سویر برای من $200 کرا بده. حالا من مانه برای خانمم چی میتم؟ کرا میتم. چرا؟ منزل خانم خود سر مه هست. الله سر مه امر کرده که برای خانم چی بگی؟ خانم مسکن بگی و نفقیش و لباسش سر مه هست. پس من برای خانمم کرا میتم. مانه خانمم از اینمی کرای خانه خود غنی هست، خودش قربانی میکنه، خودش عمره میره، خودش حج میره، پیسه خود جمع میکنه، خودش مثلا لباس برای خود میخره، خودش برای خود دوا میخره، خودش مثلا کرای خود میده، هیچ وقت به من محتاج نیست. چرا الله برای من گفته که اینمی مالک مال خود است. پس خانم ما هیچ مشکل نداره، ما برازی کرا میده. این در افغانستان هم بسیار شیخایی که دیندار است میگه قبول میکنه که خانه داشته باشه، از خانمش باز بخیز، اول خوره بیادرش نمیتیش، باز اگه بیادرش داد باز شوهرش اجدار واری از پیشش میخوره. این حالا حکم الله، اگه تو مسلمان هستی خب حکم الله را باید این قسمت تطبیق بکنی. حالا ما تعجب کردیم که والا راستی تو مسلمان خوب است دیگه. اینی چال بازی و فریب است که سبب از این میشه که دشمنای اسلام وقتی که میبینن میگن شما زن تا اسلام هیچ حق نداره که خواهرت چقدر زن مسلمان غریب است، عاجز است، بیچاره. انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه.